بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حمد و ثنا میگوییم الله عزوجل را، سازنده هفت طبقه زمین و آسمان را، و درود میفرستیم به پیغمبر دوست داشته او محمد صلی الله علیه و سلم. قسم به الله برادران من اندک وقت است که در دعوت مردم هستم. در این وقت دو نمود آدم را دیدم. یکم، این آنهایی که خود را آدمی راه زن یعنی جنایتکار میحسابند. در دل خود را از دیگران بالاتر میحسابند. بعضی وقتها روی شاد نیز این رو میگویند. آنها برای الله وقت ندارند. آنها برای دینشان وقت ندارند. او با این چیزها وقت ندارد. با دین، با سنت ها، چه خیلی این رو یا آن رو کردن، چی حرام است، چی ناممکن است و خودپسندی که با این میآید. فخر کنی، خودپسندی در دل. تو با نزد برادرت برای صحبت میایی، او میگوید ای برادر برای جا کم تغییرش میموند. ممکن یک چند حدیث رو در یوتیوب گوش کرده است، اکنون خود رو شیخ میحسابد. بعد میگوید تو مرا یا چی اومده ای؟ برای برادر با من در کار نیست، من زندگی خودم رو کنم. و خودپسندی به سخنان الله مثل اونه که الله با وی در کار نیست. و دومی نمودی آدمان برعکس اینهایند. برادران ماشاءالله هستند که یک چند سال در دینند. راستی برای در دین بودن به من پسند نیست. یا اینکه آدم دینی. چی معنی دارد آدم دینی بودن؟ چی معنی دارد در دین بودن؟ کی معلوم میکنه که شما آدم دینی هستید یا نه؟ کی ما را وظیفه دار کرده است که عرض کنیم که این آدم در دین بود یا نبود؟ کسانی که بها میدهند به آنه که چقدر من ریش زیبا دارم یا که چقدر جامعه سفیدی زیبا دارم، الله اکبر، این آدمان بیعقل هستند. یعنی این نمود آدمان برعکسند. این برادری است که ماشاءالله یک چند سال در دین است. وی در دل خود آغاز میکند با باور کردن و به این قائل میشود یا نه. قسم به الله در تگ دل خود، در کنج دل، در کنجایی که ما نمیگوییم، قسم به الله که ما باور میکنیم که ما ارزش داریم. ما از بلندی به دیگران نگاه کردن را آغاز میکنیم. ما در تگ دل خود آغاز میکنیم با باور کردن با آنه که من از دیگران یک درجه بالاتر میایستم. من ریش زیبا دارم، این برادر تاج ریشش را تراشیده است. من 10 سال است که نماز میخوانم، این برادر باشد حتی طهارت کردن نمیتواند. برای همین من بهتر از اویم. و او باوری حاصل میکند این باشد از وی بدتر است. وی باوری حاصل میکند که الله عزوجل با وی نیاز دارد، که الله به نماز وی نیاز دارد، که به الله صدقه وی در کار است، که الله به تسبیح وی نیاز دارد. و این خودپسندی است. قسم به الله این خودپسندی است. اگر یکی از ما هنگام برآمدن از مسجد $50 را در قوطی برای خیر اندازد و در دل خود قسم به الله در تگ دل خود، در دلی که ما نمیگوییم، شما در حقیقت باور دارید که شما به الله چیز پرداخت کردید، که الله از من چیز قرضدار شد. برای آنه که من طول 10 سال آخر عبادت کردم، از همین سبب الله عزوجل از من چیز قرضدار است. خرچی برادران من خبری برای هر دو طرف دارم. الله از شما چیز قرضدار نیست. الله از شما قرضدار نیست. الله پاک مهربان به شما نیاز ندارد. الله پاک مهربان به نماز شما نیاز ندارد. الله پاک مهربان به روزه شما نیاز ندارد. به الله پاک مهربان پولهای شما در کار نیست. به الله پاک مهربان وقت شما لازم نیست. به الله پاک مهربان دعوت شما در کار نیست. به الله عزوجل ریش شما لازم نیست. الله پاک مهربان آزاد است، همه طرفه از همه چیز. الله پاک مهربان به هیچ کس به هیچ چیز نیاز ندارد، بلکه ما به وی نیاز داریم. فریفته نشوید. نگذارید که شیطان به عقیده شما بازی کند. مثل اینه که بین به خودت ماشاءالله تو در دین هستی، تو از دیگران بالاتر شدی، تو هیچ چیزی و تو جنایتکار خود، کسی که از خودش الله اکبر، قسم به الله هیچ چیزی. و باز از این بدتر وقتی که برادر این نقاب رو میپوشد اما در حقیقت این وی نیست. چی از این بدتر است؟
қасам ба Аллоҳ бисёре аз ҷинояткорон аз баландӣ ба мусулмонҳо назар мекунанд. мумкин вай мошини навро харидааст, ё ин ки якчанд нафар ҷавонон аз вай метарсанд аз барои тани обитоб дидааш. ва дар натиҷа вай бовар мекунад ки ӯ касе ҳаст, ё ин ки ӯ кореро анҷом доду камтар пул ба даст овард. ва ҳама ин худписандиро ба вуҷуд меорад. ва ман начаст бо дини худ ба кайфи соф кардани ману зиндагиам халал нарасон. ман мехоҳам ки ҷое равам, чизе ки хоҳам бихарам, бо касе ки хоб равам, ба назди ман бо дини худ наё. агар Аллоҳ ин қадар бузург бошад, пас ба ман халал нарасон, маро ба ҳолам гузор. бародарони ман, ин ба шумо низ тааллуқ дорад. ҳар чӣ коре кардед, ҳар чизе ки гирифтед, ҳар чизе ки гуфтед, чӣ қадаре ки зиёде ки гирифтед, ин ба Аллоҳ ҳеҷ зараре намерасонад.